مولانا میگه یک جوانی آمد پیش موسی، گفت میخوام زبان حیوانات رو یاد بگیرم. گفت نکن این کارو، اجازه بده این کارو، من این کارو در حق تو نکنم چون تلخه، آخرش سخته. و اصرار کرد و موسی با خدا مشورتی کرد، گفت بهش بده. گفت حداقل زبان مرغ و زبان در واقع سگ رو به من یاد بده. همین تو حیوانی که مرتب میبینمشون. روز بعد اون جوان آمد دم خونه و کنیزش اومد این سفره رو دم در خالی کرد، یه تیکه نان افتاد زمین، خروسه بدو ورداشت و سگه شروع کرد با خروسه جدل کردن و اینم میفهمید صداها رو که تو میتونی دونه از زمین ورداری، این اون قسمت من بود. گفت ناراحت نباش، این غلامش فردا میمیره، حسابی بهت میرسه. این فهمید، سریع رفت غلامش رو فروخت. روز بعد این اتفاق افتاد، دوباره با سفره تکوند و باز این نون افتاد و باز این خروسه ورداشت و باز اون سگه شکایت کرد. گفت روز بعد قاطرش میمیره، استرش میمیره. خلاصه روز سوم اتفاق دوباره افتاد و سگه گفت تو خیلی دروغگو هستی. گفت ناراحت نباش، فردا خودش میمیره. یارو دست پاچه شد رفت پیش موسی. موسی گفت ببین تو سر مردم رو کلاه گذاشتی، غلامتو فروختی، استرتو فروختی، باید اجازه میدادی اون اتفاقات بیفته. اونا دفع این بلا بود. میخواد بگه در مواجهه با بعضی از تلخی‌های زندگی 100% فکر نکنید که زیان شما در اوه.